افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. یک خرگوش گریخته آمده به بغل زن در آمده روش شد. موی سفید تازان از عقیبش آمد. پدر جان، گفت زن، دست و پایم را کشاید، خرگوش از آن شما؟ موی سفید دست و پای زن را کشاد. زن گفت شوهرم شاهزاده در چاه، تنها بیافته بیایید او را کشیده گیریم. موی سفید رفت. رسن یافته آمد. یک نوکی رسن را به چاه انداخت. پادشاه بچه یک علاج کرده به میانش بست. او را دو کسه کشیده گرفتند و جراحتش را بستند. پادشاه بچه گفت تا صحت شدن من اینجا می ایستیم. این گپ به زن و موی سفید معقول شد. همانجا از شاخ و نوده درخت چیله ساختند و زندگی کرده گشتند. موی سفید شکار کرده می آمد. زنی پادشاه بچه خوراک می پخت. همین طریق روز می گذرانید. موی سفید هر خل گیاه ها یافته آمده دارو ساخته جراحت پایهای پادشاه بچه را می بست. جراحت آهسته آهسته صحت شد. بعد از آن که تماما صحت شد، پادشاه بچه زنش و موی سفید را با خود گرفته به پایتخت مملکت آمده به قصر پادشاه در آمد و رفته در تختگاه را کشاد و دید که پدرش در تخت زرین، دو اکش در دو پهلویش نشستند. برادرانش او را دیدند و هوش از سرشان پرید. چیزی گفتنی شدند، اما سر رود و سیر نرود گفته خاموش ماندند. پادشاه شادی کنان از جای برخاسته پسرش را به آغوش کشیده از دور رویش بوسیده گفت صد شکر پسرم که صحت و سلامت بودی. چرا خود را به خطر زدی؟ چرا به راه روی باز نگردی رفتی؟ پادشاه بچه گفت ای پدری بزرگوار، اگر من از خطر می ترسیدم و به آن راه نمی رفتم، مثل اکاهایم خدمتگار و گولخی شده در غریبی ها مرده می رفتم. پادشاه بچه همین سخنان را به زبان آورد و سرگذشتش را نقل کرده در آخر گفت اگر من نابود می شدم، از دستی همین دو پسرتان نابود می شدم. اینها باور کردند که برادری دو پا بریده اشان در قعر چاه مرده می رود. هنوز پسر خردی سخنش را تمام نکرده پادشاه به غضب آمده گفت جلادان، این دو خائن دلسیاهی بدکردار را برده تن از سرشان جدا کنید که چشمان بدبینشان دیگر روی دنیا را نبیند و دل پر از رشک و کینه و حسدشان در مغز خاک پوسیده رود. جلادان که همیشه منتظر امر پادشاه بودند شمشیرها را برق زنانده در آمدند. پسر خردی گفت پدری بزرگوار، آدمی زاد شیر خام خورده است. پسرانتان را رشک و کینه راه گم زنان. شما از گناهشان گذرید، بگذارید توبه کنند. توبه عفو گناه است، دل را تازه می کند و عقل را روشن. اکهایش که از ترس مردن مثل برگ بید از تأثیر شمال می لرزیدند همان لحظه توبه گفتند ما به عقلی کردیم، ای پدر از گناهمان گذرید. پادشاه
با پسری خوردهش روی آورده گفت تو از همین روز با جای من پادشاه می شوی. جوانی حلال کار و دلیر بهادر با تخت پادشاهی نشسته مملکت را آباد کرده با مراد و مقصدش رسید. بیتلی زادی باشد باز چند تای بادپا تولد کرد و دیگر یگان مخلوق جرأت نکرد که به سیزخانه پادشاه نزدیک شود. و اینک جوانی حلال کار و دلیر بهادر همراه زن و پدر و مادرش به مراد و مقصدشان رسیدند. شما هم اصلکانی بیبی نبیره های بیبی به مراد و مقصدتان رسید. انا همین بود افسانه زیبایی به نیکی بدی به بدی نیکی. با شما بودم بیبی افسانه گویتان براحت بانو. شب بخیر عزیزکم. افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برای